بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم. از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا به شما اعمال را نشان دهم که به برکت آنها خداوند متعال خطاهای شما را محو می کند و رتبه هایتان را بالا می برد؟ صحابه عرض کردند: آری یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، بگویید. فرمودند: با وجود مشقت و زحمت وضوی کامل گرفتن، به سوی مسجد گام‌های بسیار برداشتن، منتظر ماندن برای نماز بعدی پس از هر نماز. پس همین رباط حقیقی است و همین رباط اصلی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر سرور کائنات صلی الله علیه و سلم. از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: امت من در روز قیامت فراخوانده می شوند و در اثر وضو چهره، دست و پاهای آنان منور و تابناک است. پس هر کس از شما می خواهد درخشندگی و نورانیت خود را بیشتر و کاملتر کند، چنین کند.